بخشش یعنی آزاد کردن یک زندانی و کشف این که اون زندانی خود تو هستی در حصار کینه. بخشش یعنی صرفه‌جویی دل. بخشش باعث حذف هزینه خشم، بهای نفرت و هدر رفتن روح میشه. بخشش شکل نهایی عشق. با بخششه که ما بخشوده میشیم، زیرا با دادنه که ما میگیریم. هر کس گام زنان به سویم بیاید، دوان دوان به سویش خواهم رفت و هر کس با تمامی گناهان دنیا به سراغم بیاید، با بخششی برابر با آن به او سلام خواهم گفت. خدایا برای همسایه که نان من را ربود نان، برای عزیزانی که قلب مرا شکستند مهربانی، برای کسانی که روح مرا آزردند بخشش و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق.